دو تا لیپ گلاس گیسو خرید 200 لیپ گلاس. چقدر خوش. یه اصلا چند میلی خمیازتو نذارم. نارس هم بگیره برنزه. آره این خدا تو یوتیوب. آره منو بذار بچه‌ها. این آیدی جدید اینستامونه. نظر چه پست چیز مشترک بذاریم؟ پیج مشترک. خدا نداره. تو داشتی حرف می‌زدی؟ این داشت حرف می‌زد من پشتش اینطوری بودم. راست دیگه داشت خمیازه می‌کشید. حالا بذار مست بگیرم. بچه‌ها این امروز ما رو آورده بیرون. ولاگ چیتکر می‌خوای بذاری؟ بعد به ما نگفته که میخواد ما رو ببره کرج. ما به خانواده هامون نگفتیم میخوایم بریم کرج. ولی الان اومدیم کرج. نظر راجع به این دروغگویی چیه؟ ببین تو دماغم. مصاحبه است. خیلی آدم آشغالی هستی به نظرم. بچه اینم خواهرشه. چشاشو ببینی؟ واه چه غلطی میکنی؟ اسکا اون یکی چشاشو داشتم میگرفتم. جای بوست منه این. به تام بوست کنم. فقط اما میای تو دوربین زشت میشن. جاشم نیفتاد. لیپ گلاس هم رفته بود. نه به خاطر اینکه تو در هر حالتی زشتی. استاپ میزنیم میریم پارت بعد. بای 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 کن. آقا پارکوکار چرکی میزنم بچه‌ها. تو این جای من تا کفتر عاشق مرغه. بچه‌ها اینجا دستشوی جایی که ما رفتیم برای ولاگ گفتم شاید نیاز بشه. اینم نازنین وایساده که گوشیش شارژ بشه و نبرنش بعد ندوزن. این هم یسنا و نازگلن. یسنا یه ذره ناراحته چون من زیر پوستام یسنا رو تک کرده بودم. بعد بخوام دعوا میشد من تک یسنا رو برداشتم. و اینم خیلی منم بگیری منم خوشگل‌ترین دختر اینجا. دقیقاً اشتباهی چه لایک کنیم. آره من دو سال دیگه قراره برم فصل 8 عشق بعد ثبت نام کنم. بعدش الان می‌خوایم بریم کباب بخوریم و بعدش جیجی بازاری کنیم خونه. دقیقاً میریم خونه. عید هم دیگه داره بالا میاره تو این دستشوی. نگاه کن تو رو خدا واقعا یه ذره چیز کنید به نظر من رسیدگی کنید آقای پزشکی ها.
رفتم پیش نازنین اینجور خوابیدم. این پاهای من این کفش آلستار اصل اورجینال مستره مستره. بابای ایدی هم داره برامون پیده درست میکنه، دستش درد نکنه. ما گردن گرفتن امروز. یه پسرم هی پیام میده نوتیفش میاد. اینجوری بگیر این تو بالا داره میشه معلوم نیست داری برم مثل خیلی کسی کنه بچه ها خدا خیلی درد میکنه. عید این عید ایدی خار عید ریده خار عید. خب بچه ها ما آمدیم اینجا غروب آفتاب رو تماشا کنیم و با ایدی نسکافه بکنیم. یعنی فقط عیدی هست؟ خاره عید دوستونم عید دیگه